المسألة السابعة، مسألة هفتم، الأوقات المنهي عن النافلة فيها، وقت هایی که خواندن نماز نافله در آن ممنوع است، جایز نیست. پس یک چند وقت هایی هستند که نماز نافله، نمازهای اختیاری، در آنها خواندن ممنوع است، ناجایز است، با استثنای بعضی از حالتها. و این وقتها 5 وقت هست. یک وقتایی که نمازهای نافله خواندن جایز است 5 وقت است. وقتی اول پس از نماز صبح تا دمیدن آفتاب، چنانکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا صلاة بعد صلاة الفجر حتی تطلع الشمس، هیچ نمازی نیست بعد نماز فریضه بامداد حتی اینکه آفتاب ببراید. حدیث در صحیح بخاری تحت رقم 586 و مسلم تحت رقم 827 روایت شده است. این وقت اول بعد از نماز فجر تا برآمدن آفتاب. دوم وقت دوم از وقتی برآمدن آفتاب تا دمی که آفتاب به قدری یک نیزه ببراید، یک متر ببراید. و این 1 متر در نظر دارد که بعد برآمدن آفتاب تقریبا 15 تا 20 دقیقه انسان منتظر میکشد، بعد نماز را میگذارد. وقتی که آفتاب برآمد و با این بلندی رسید، وقتی ممنوعیت تمام میشود، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از عمرو ابن عبسه که فرمود صلی صلاه الصبح، گفتند که نماز صبح را بخوان، ثم اقصر عن الصلاه حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، سپس خود را باز نگاه بدار از هر نماز تا برآمدن آفتاب، تا آنکه بلندی آفتاب پیدا شود. حدیث را مسلم تحت رقم 832 روایت کرده است. همچنین حدیث عقبه ابن عامر این گونه ذکر شده است. وقتی سوم از وقتهای نهی، وقتی بلند شدن نقطه آفتاب بر آسمان، قیام میگویند، یعنی آفتاب به بلندترین نقطه میرسد و سپس پایان شدن را آغاز میکند. پس این دوره از نقطه بلند شدن آغاز آفتاب تا دمی که میفراید به سوی غرب وقتهای نهی است. از این وقت ظهر آغاز می شود. این وقت رو اگر که ما بر چیز بگیریم 15-20 دقیقه پیش از اذان نماز پیشین شروع می شود، وقتهای نهی. چون که در حدیث عقبه ابن عامر آمده است 3 ساعات کان نبی صلی الله علیه و سلم ینهانا عن نصلی فیهن، 3 ساعت وقت بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن وقت نماز خواندن من میکرد. و ان نقبر فیهن موتانا، و در این 3 وقت مردگان خود را بگرانیم. همچنین حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هنگامی وقتی برآمدن آفتاب تا بلند شدنش. و حين يقوم قائم ظهيرة حتى تزول، وقتی که آفتاب به بلندترین قله میرسد، قیام میشود حتی اینکه بر بگردد. و حين تتضيف الغروب للغروب حتى تغرب، وقتی که آفتاب به سوی غرب، به سوی نشست میرود حتی اینکه بنشیند. روایت مسلم تحت رقم 831. بارک الله فیکم. تی وقتای چهارم از وقتای نهی بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، یعنی وقتی که آفتاب با غروب کردن شروع می نماید، چنانکه از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده است که گفتند که لا صلاة بعد الفجر، بعد نماز فجر هیچ نماز نیست حتی تطلع الشمس، حتی اینکه آفتاب برآید. و لا صلاة بعد العصر، و همچنین بعد عصر هیچ نماز نیست حتی تغیب الشمس، حتی اینکه آفتاب بنشیند. این حدیث را متفق علیه، یعنی که بخاری تحت رقم 586 و مسلم 500 تحت رقم 827 روایت کردند. و وقتی پنجم از وقتهای نهی، وقتی که آفتاب بر آغاز نمودن غروب شروع میکند تا پورا غروب کردنش، تا پورا نشستنش، این هم وقتهای نهی است. پس خلاصه این 5 وقتی ممنوعیت که در آن نمازهای نافله نیست به 3 دوره تقسیم می شود. پس از نماز صبح تا رسیدن آفتاب به بلندی 1 نیزه که 15-20 دقیقه را در بر میگیرد. وقتی که آفتاب به نقطه بلندترین میرسد، به قیام ظهر تا به کج شدنش، و پس از نماز عصر تا غروب آفتاب، نشستن آفتاب حتی اینکه آفتاب بنشیند. و میفرمایند که علما که حکمت منع نماز در این وقتها، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که کافران آفتاب پرستان هنگامی برآمدن آفتاب و هنگامی غروب آفتاب در اینجا عبادت میکنند. آفتاب پرستان آفتاب را عبادت میکنند. همین است که در این وقتها بر مسلمان جایز است این نمازها را، چیزی از نمازها را ادا نماید. چنانکه در حدیث عمرو ابن عبسه رضی الله عنه آمده است فانما ای الشمس تطلع حين تطلع بین قرنی شیطان، گفتند که آفتاب وقتی میبراید بین 2 شاخ شیطان میبراید و کافران بر این آفتاب در آن هنگام سجده میکنند. و حين اذن یسجد لها الكفار فانما بدرستی که تغرب حين تغرب بین القرن شیطان، همچنین بدرستی که مینشند هنگامی که مینشند بین 2
دو شاخ شیطان می‌نشیند و حین اذ یسجد الله کفار و کافران از برای این آفتاب سجده میکنند. روایت مسلم تحت رقم 832. پس این سخنان درباره وقتی برآمدن آفتاب و وقتی نشستن آفتاب را در بر میگیرد که این وقت‌ها وقت‌های نهی است. چون پیامبر الله صلی الله علیه و سبب منع نماز خواندن را در حدیث قبلی روشن کرده فرمود. گفتم قال فإن حینئذ تسحر جهنم. همچنین در دیگر روایتی که در منبع‌های قبلی ذکر شد که در آن وقت وقتی که آفتاب بلند میشود، وقتی قیام، وقتی صوم ممنوعیت، وقتی خواندن نماز، که دوزخ تسحر گفتن گداخته می شود در این وقتی گرمی می شود. همچنین این وقتی ممنوع است. از این رو نماز نفل در این وقتها ممنوع است، بجز آن نمازهایی که دلیل واضح روشن ثابت شده است بر خواندن آنها، به مثل 2 رکعت نماز طواف، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یا بنی عبدالمناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه. ای فرزند عبدالمناف، کسی را من نکنید که بر اطراف این کعبه طواف نماید و هر وقت بخواد نماز بخواند نماز بگذارد. روایت ابی داود تحت رقم 1894 و ترمذی 868 و ابن ماجه و حاکم همچنین این را روایت نمودند. و همچنین خواندن نمازهای سنت قضایی که قضا می شوند در این وقت‌های نهی جایز و رواست. پس انسان نماز صبح بامداد را اگر سنت آن را نخواند بعد فریضه خواندن جایز است، یا که سنت های ظهر را نخواند بعد نماز عصر خواندن آن جایز است. بارک الله فیکم. و همچنین نمازهایی که با سبب‌های ضروری خوانده می شوند، مثل نماز جنازه، نماز کسوف و خسوف و نمازهای قضایی فرضی، یا که سنت هایی که خوانده نشدن در وقت‌های نهی خواندن آنها هم جایز و رواست. یا که نمازی که انسان در خواب ماند یا که فراموش کرد، چون رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. کسی که نمازی فریض در نمازی فریضه در خواب ماند یا که فراموش کرد، هنگامی که به یادش رسید که از خواب بیدار شد حتما آن را بگذارد. روایت مسلم تحت رقم 684. زیرا نمازهایی که با سبب‌های قضا شده اند حتما خواندن آنها در هر وقت این مهم و ضرورت دارد و ادا کردن آن این لازم حتمی است. بارک الله فیکم. و دست به سوی پروردگار می‌برداریم و میگوییم که پروردگار را دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما، و دنیای ما را که زندگی ماست اصلاح نما، و آخرت ما را که بازگشت ما به سوی آن است اصلاح نما، و زندگی را برای ما افزایش همه خیر و نیکی را قرار بده، و پروردگار را مرگ را برای ما رهایی از عذاب و از هر بدی ها قرار بده. ای پروردگار مهربان، در آنچه که بین ما اختلاف است پروردگار آن را اصلاح نما، دلهای ما را به سوی حق گشاده می نما. پروردگار همه را از ظلمات های تاریکی های کفر و شرک، گمراهی ها و بدعت ها به نور روشن به سوی توحید و سنت راهنمایی کن. پروردگار گذشتگان ما را از مؤمنان رحمت و مغفرت نما، و زندگان ما را توفیق بر بندگی بده که پایبندی کتاب تو سنت او صلی الله علیه و سلم باشند. پروردگار به درستی که ما به خود ظلم کردیم و ستم کردیم، پروردگار اگر ما را نبخشی، ما را نآموزی و ما را مشمول رحمت خود قرار ندهی، به درستی که ما از زیانکاران قرار خواهیم گرفت. پروردگار تو پاک و منزه هستی ای الله، حمد و ستایش تو را میگوییم و گواهی میدهیم که هیچ معبودی بر حق جز تو نیست و از تو طلب آمرزش میخواهیم و با سوی تو توبه میکنیم. ای پروردگار مهربان، ما را بیامرز و ما را شایسته رحمت خود قرار بده. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.